الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که فرقه ناجیه کیست یا طائفه منصوره کیست؟ بارک الله فیکم. البته اولا باید بدانیم که فرقه ناجیه، فرقه نجات یافته، و طائفه منصوره و طائفه نصرت یافته، هر دویش یک فرقه است. یعنی فرقه ناجیه یا طائفه منصوره، هر دویش این یک فرقه اهل السنتی و الجماعه هست. صفت اینها این است که اینها پیروان سلف هستند، پیروان صحابگان تابعین هستند. اینها کسانی هستند که به منهج صحابه و به منهج تابعین قدم زده اند. البته این انسان ها کسانی هستند که فرقه ناجیه یا طائفه منصوره، اینها کسانی هستند که منهجشان منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هدیشان هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و البته اینها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی ذکرشان کرده است در سوره توبه و گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. سابقین های اولین از مهاجرین و از انصار، آنانی که پیروی این سابقین و اولین از مهاجر و انصار شدند، به احسان رضی الله عنهم، الله از همه اینها راضی شده است. بارک الله فیکم. یعنی هر کسی که پیرو به منهج صحابگان از مهاجرین از انصار می شود، این همون در فرقه ناجیه و طائفه منصوره است. البته در حدیث صحیحی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و این حدیث را معاویه رضی الله عنه روایت می کنند. معاویه ابن ابو سفیان رضی الله عنهما روایت می کنند. آمده است که الا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قام فینا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 مله وان هذه المله ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. میگن که آگاه باشید که البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین ما خست و گفت که البته پیش از شما بوده دین که از اهل کتاب است به 72 فرقه، به 72 ملت یا که فرقه جدا شدند و تقسیم شدند، و البته این ملت اسلام هم به 73 فرقه تقسیم می شود و از همین 73 فرقه 72 تایش به دوزخ داخل می شود و یک تایش داخل جنت می شود. و گفتند که همین یک تایش که نجات یافته از طائفه منصوره هست، فرقه ناجیه هست، فرقه نجات یافته طائفه منصوره هست، این جماعت است. بارک الله فیکم. البته حدیث صحیح است که امام داود روایت کردند و غیرش به مانند حاکم و غیر این حدیث را صحیح گفتند. بارک الله فیکم. پس طائفه منصوره کیست؟ طائفه منصوره این اهل جماعت هستند. جماعت جمع شده بر قرآن و سنت، پیروان قرآن و سنت. در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان می کنند که و تفترق امتی على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه و اصحابي. رسول الله میگن که امت من به 73 فرقه تقسیم می شود. از همین 73 فرقه 72 تایش داخل دوزخ می شود و یک تایش فرقه نجات یافته است، طائفه منصوره و فرقه ناجیه است. گفتند که همون فرقه که نجات می یابد کی است؟ فرقه ناجیه، طائفه منصوره کی است؟ رسول الله گفتند ما انا علیه و اصحابی، هر کسی که مثل من و صحابگان من باشد. بارک الله فیکم. یگانه فرقه نجات می یابد این فرقه ناجیه، فرقه حق، طائفه منصوره. این کسانی هست که مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم و مثل صحابگان زندگی بکند، هم عملا، هم قولا، هم عقیدتا پیروی منهج رسول الله، هدی رسول الله و صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشد. اما هر کسی که از قرآن دور است، از سنت دور است، از منهج سلفی این امت دور است، هیچ وقت هم این انسان از فرقه ناجیه و از طائفه منصوره نیست.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بیان میکنند، خیلی که در سنن و مسند آمده است، که میگویند لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاهرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم ما انا عليه و اصحابی. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که تا روز قیامت یک طائفه از امت من آشکار و ظاهر بر حق هستند، هیچ کسی بر اینها ضرر رسانیده و اونها را خار کرده و شکست داده نمیتواند. پرسیدند که ای رسول الله اینها کیا هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اونها کسانی هستند که مثل من و صحابگان من باشند. و در روایت دیگر آمده است که الذين يصلحون الناس اذا فسدوا، اینها کسانی هستند که مردم را به اصلاح دعوت میکنند، مردم را اصلاح میکنند زمانی که مردم به فساد واقع شدند. یعنی مردم زمانی که فساد شدند اینها فساد را به اصلاح تبدیل میکنند، یعنی شرک را رد میکنند، مردم را به توحید دعوت میکنند، به اسلام حقیقی دعوت میکنند. بارک الله فیکم. و در روایت آمده است که اینها کسانی هستند که به کفار میجنگند. پس برادران و خواهران موحدان بارک الله فیکم، یگانه فرقه نجات یافته و فرقه نصرت یافته این فرقه اهل سنت و الجماعت است. این فرقه است که پیروانش از قرآن و سنت و به فهم سلف امت پیروی می شوند. اما هر کسی که به قرآن و سنت به فهم سلف امت پیرو نشود، هر کسی که قرآن و سنت را ترک بکند، هیچگاه از فرقه ناجیه نیست. پس در حقیقت امروز در اسلام فرقه های زیادی هست که خود را به اسلام نسبت می دهد و بعضی از این فرقه های اهل بدعت است، فرقه های ضلالت است و بعضش فرقه های کفر است و ردت است، با مانند رافضه و با مانند غلات قبوریه، با مانند احباش، یا که با مانند فرقه های دروز و فرقه های قرامطه و علوی، یا که با مانند فرقه هایی که سبحان الله به کفر آمیخته شده اند، به شرک آمیخته شده اند، یا که به مانند فرقه جهم که البته این فرقه ها به کفر واقع شده اند. اما بعضی از نمود این فرقه های هست که البته به بدعت داخل شده اند، به بدعت و ضلالت داخل شده اند و اهل بدعت هستند و داخل دوزخ شود هم به سبب گناهش می شود و بعد از این که پاک شد باز به جنت داخل می شود، زمانی که شرک رو انجام نداده باشد، کفر رو، شرک اکبر رو انجام نداده باشد. پس طائفه منصوره همون فرقه ناجی است. اینها کسانی هستند که چنگ زدند به قرآن و سنت و قرآن و سنت را به فهم سلف امت می فهمند. اینها مثل رسول الله و مثل صحابگان حرکت میکنند که مثل اونها باشند، عقیده اشون، عملشون و قولشون. بارک الله فیکم. این بود فرقه طائفه منصوره و همین طائفه اهل السنت والجماعه هست، کسانی هستند که اهل بر سنت رسول الله هستند و جماعت هستند. و البته علما به مانند احمد ابن حنبل و غیرشون بیان کردند که فرقه نجات یافته طائفه منصوره، فرقه ناجیه، این اهل حدیث هستند. اما علما میگویند اهل حدیث همان علمای اهل حدیث که به حدیث عمل کرده باشند، حدیث را آموخته عمل کرده باشند و منهج رسول الله را پیروی کرده باشند، قولا عملا اعتقادند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.